خیانت آقای قزوینی در نقل روایات از کتاب‌های اهل سنت. یکی از این آیان در شبکه‌های وهابی گفتن آیه تحریم شرب خمر بنا به درخواست جناب عمر صادر شده. آیا ما در این رابطه نکته‌ای داریم که جناب عمر از خدا خواسته باشند و خلاصه این آیه نازل شده باشد؟ والا اینش رو ما نمیدانیم چه هست، ولی اونی که مطرحه این که آیه خمر بعد از اینکه عمر و تعدادی از افراد اینها شراب خوردن و برای شما عرض کنم نسبت به مقتولین بدر، کشته شده های بدر، اینها مطالبی رو بیان کردن، اینها دیگه در کتاب های معتبر اهل سنت آمده. آقایان میتونن مراجعه کنن فتح الباری جلد 10 صفحه 30 باب برایشان نزول تحریم الخمر، اونجا حدود 9 نفر رو نام میبره که ابو عبیده جراح و ابو طلحه و عمر ابن الخطاب جز اون کسانی است که شراب خوردند و مست کردند و بر کفاری که در بدر کشته شده بودند برای اونها مدیح سرائی کردند. حالا ما خیلی زیاد یه کار نداریم، یه قضاوت رو در اینجا به عهده آقایان میگذاریم. خب البته فتح الباری ابن حجر جلد 10 صفحه 31. حالا دیگه ما باقی دیگه خیلی زیاد خوب. البته پس اشتباه نگفتند، درخواست عملی جناب عمر بوده، ما هم قبول میکنیم آقا. بله جناب عمر خودشون شراب خوردن و آیه قرآن هم نازل شد، پس ما این درخواست عملی رو میپذیریم. زیادم ناراحت نباشید، خب خود ایشون آمدن و این نکته رو گفتن، ما هم پذیریم. بینندگان گرامی، آقای قزوینی طبق معمول با خیانت در نقل روایات از کتب اهل سنت از هر گونه مغلطه، تلبیس و دروغ استفاده می کند و می خواهد عوام فریبی نموده تا عقاید خیش را برای مردم صحیح جلوه دهد. چنان که شما در این کلیپ مشاهده نمودید، روایتی را از فتح الباری نقل کرده و به آن چیزی می افزاید که اصلا وجود ندارد. ابن حجر رحمت الله علیه در کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری در باب نزل تحریم الخمر در شرح حدیث 5582 روایتی از انس بن مالک رضی الله عنه نقل می کند که نص عربی آن چنین است: عن انس رضی الله عنه كنت اسقي ابا عبیدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من الصحابة عند أبي طلحة. انس رضی الله عنه میگوید که من در خانه ابو طلحه قبل از تحریم خمر برای ابو عبیده و ابی بن کعب و سهیل بن بیضا و چند صحابه دیگر شراب تقدیم می نمودم. و بعد از آن نقل می کند: ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم وهو منكر مع نظافة سنده وما أظنه إلا غلطا. و از عجایبی که ابن مردویه در تفسیر خود از عیسی بن طهمان از انس روایت می کند این است که ابوبکر و عمر هم جزو کسانی بودند که به ایشان شراب داده می شد. این روایت با وجود بی‌آلایش بودن سندش غریب و منکر بوده و بدون تردید این روایت اشتباه می باشد. و در آخر روایت انس رضی الله عنه می فرماید: فدخل علينا رجل من المسلمين فقال قد نزل تحریم الخمر. مردی از مسلمانان نزد ما آمد و گفت که آیه تحریم خمر نازل شده است. سپس در مورد اشتباهی که سابقاً ذکر شد توضیح می دهد و می گوید: و ابو بکر هذا یقال له ابن شغوب فظن بعضهم انه ابو بکر الصدیق وقد قدمت في غزوة بدر من المغازي ترجمة ابی بکر ابن شغوب المذکور. و مراد از ابوبکری که در روایت ابن مردویه ذکر شده ابوبکر ابن شغوب است که بعضی ها گمان می‌کردند که او ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشد و بیوگرافی ابوبکر ابن شغوب
در کتاب مغازی واقعی غزوه بدر سابقاً ذکر نمودم. آقای قزوینی، پس بفرمایید بگویید که در کجای این روایت ذکر شده که ایشان برای کفار قریش که در بدر کشته شده بودند مد سرایی می نمودند و در کجای این روایت ذکر شده که سبب نزول آیه خمر این واقعه بوده است. بینندگان گرامی، قضاوت با شماست. اما آنچه مجری این برنامه به آن اشاره می کند که اهل سنت معتقدند آیه تحریم خمر به خواست عمر رضی الله عنه نازل شده، این واقعه را امام ابو داود در کتاب سنن خیش و امام ترمذی در کتاب جامع خیش و امام نسائی در کتاب سنن و همچنین امام احمد در کتاب المسند خیش و امام حاکم در المستدرک خیش و دیگر اصحاب حدیث روایت نمودند که نص آن چنین است: لما نزل تحریم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهینا. وقتی که آیه اول تحریم خمر نازل شد، امام عمر رضی الله عنه از الله متعال خواستند که در مورد خمر بیانی شافی و کافی بفرماید تا که آیه دوم و سوم نازل شد و بعد از نزول هر آیه امام عمر رضی الله عنه همان مقوله خیش را تکرار می نمودند تا که آیه چهارم و آخرین آیه نازل شد. پس فرمودند ما مسلمانان از این کار دست کشیدیم.